سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدیم با دومی ویدیو آموزشی تحلیل و بررسی سهام زوبهان اصفهان و شهر اصفهان است که همه چیزش رو بررسی خواهیم کرد. که سهام ذوباهن از سال 1390 شروع به کار کرده و در سال 1398 که بورسی اتفاق خیلی عجیبی افتاد که روند صعودی داشته که ما همه رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. سال 98 رفته بالا تا قیمت 980 تک تومن و قیمت همین لحظه 410,000 تک تومن هست. حالا میارم قشنگ میبینید که این زردان من بهتون گفتم افزایش سرمایه است. 321% در سال 1395 11 سود داده و 85% سال 97. سود نقدی 56 ریال سال 400 401 60 ریال داده. 15% 401 داده و 402 که 842% سود داده که 12.27 و قرار 2 ماه آینده که الان خرداد ماه 1403 هستیم، 2 ماه آینده یعنی مرداد ماه قرار سود بده. که ما ماهش هم خواهیم رفت. ماهش زیاد نرفت که اگه ببینید اینجا که سال 401 هست. هر کسی اگر در سال 1401 حالا برج 9 اگه میخرید 402 میفروخت 151% سود میکرد و خیلی سود میکرد، یعنی 236 تومنش میشد 594 تومن و هر کسی اگه در سال 1401 5-10 میخرید تا همین لحظه حدودا 186% و 53% سود میکرد. به سهام فوق‌العاده خفنی. خب بریم برای سال که بهتون گفتم از سال 97 تا 400 روند صعودی داشته و الان هم چون ارزش سرمایه سود نقدی داده بازار ریزش کرده و خیلی الان موقعی که میتونید ذوباهن رو بخرید. دونه ای الان 410 تک تومن هست که مثلا اگه 5 میلیون داشته باشید به راحتی، یا اگه 4 میلیون داشته باشید به راحتی 100,000 تا میتونید بخرید به راحتی. خب از اینجا هم بریم داراییشو نشون میدم. ذوباهن الان دونه 410,000 تومانه که اگه برای خرید ما 100,000 تا بخرید بودم میشه 4 میلیون و 100.
اگه 200,000 تا بخرید میشه 8,200,000 تا 8,200,000 و ارزشش 30 میلیارده. حجم روزانه‌اش 73 میلیونه. حجم میانگین ماهانش 679 میلیونه و نوعش هم سهام بازارش بورسه. صنعتش هم فلزات اساسی میلیارد و حجم ابزارش هم 266 میلیونه. 3 ماه اخیرش 555 میلیون حجمش بوده. اینجا اگه ما هفتم متاسفانه نمیاره. بله اینجا 402,039 که 4,000 و خورده ای بوده. ولی الان 4,592. این در سال زده. ما بریم جلوتر به 410 تک تومن هم خواهیم رسید. بازارش هم اگه نگاه کنیم اینجا هم داده بیشترینش 410، کمترش هم 410 و اطلاعات اگه بیاره متاسفانه نمیاره. خب برای ویدیوی بعدی سهام فولای رو که برای یز هست رو بررسی خواهیم کرد. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید.